عزیزم چه حسی داری؟ حس بسیار بسیار عالی. اولش چطور بود؟ اولش واقعیتش یه خورده احساس ترس نداشتم، چندشم میشد. بعد اینکه یک مقدار که جلوتر رفتم یه احساسی اومد سراغم که آدما وقتی میمیرن خب کلی حیوان اینا سر و کلش بالا پایین میرن. بعد گفتم که چقدر خوبه از اینجا تمرین کنم دیگه. برای همین دیگه اصلا اون چندشی و اون احساس ترس و این نگرانی که داشتم از بین رفت. این بنده خدا هم که کاری ندارن که فقط میخزن و کلاژن تبدیل میکنن و اینکه اصلا میگم حتی اون کلاژنی که به صورت مایع بود رفت تو دهنم، اونم خوردم، خیلی هم خوشم اومد. عالی بود. عالی بود، خوشمزه بود. حس خوبی بود. خیلی عالی بود. مبارکت باشه. مرسی.